یک نفر انسانی بدکردار با نیت‌های ناپاک و مقصدهای غرضناک خود می‌تواند چندین نفر دیگر را به سوی جنایت و اجرای عملهای ضد جمعیتی گمراه سازد. غفاروف رجبعلی سال تولدش 2002 که قبلا با جرم اوباشی صادر شده است، صادر نمودن جنایت راهزنی را طرحریزی نموده 6 نفر همسالان خود را برای اجرای این جنایت نهایت وزنین جلب نموده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه فردوسی در نتیجه کارکردهای اپراتیوی همه گمانبران را دستگیر نمودند. در نتیجه تفتیشات پیشکی معین گردید که غفاروف رجبعلی، عظیموف ایوم‌الدین، قلیچوف نکروز، شهباز سراج‌الدین، محمد جان باباجان، نوروف خورشید و حیاتوف الکساندر قبلا مصلحت پیشکی نموده هر کدام عملهای معین را اجرا کردند. گمانبران 13 ایون سال جاری در داخل باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی با باشیف مصلح الدین نظارتچی ماشینچه های کودکانه را پیگیری نموده برای ربودن مبلغ که دوام روز او جمع آوری میکند پیت مناسب جستند. شبانه هنگامی به سوی منزل زیستش برگشتن، نخست راهبر گروه غفاروف رجبعلی در تاریکی شب با تهدید کارت با باشیف مصلح الدین را دستگیر کرده است. کوچه را یکیسم رو بردم، خیلی کوچه هوی میشوه گرفتم، در اینجاش ماندم، گفتم چند سومین داری و ببرار گفتم. در این مورد دیگر هم مسلکانش که در اطراف انتظار اشاره غفاروف رجبعلی بودند همگی در روی نقاب جبردیده را مورد لط و کوب قرار داده از جیبش تلفن موبیلی و مبلغ‌های پولیش را تصرف کرده از جای حادثه فرار کردند. عین زمان این 7 نفر در حبس پیشکی قرار داشته نسبتشان با ماده 249 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و تفتیشات پیشکی ادامه دارد. با نظرداشت حالتهای مذکور از شهروندان خواهش کرده می شود که اگر از کردارهای جنایتی این گروه جبر دیدند توسط رقمهای در نوار بوده به میلیسای پایتخت مراجعت نمایند.